و مسجدها و دیگران رفتن فایده ندارد. متخصص زیاد شد، مختص انژینر، تکنیک، دیگر ما تیار کنیم برای آینده ترقی ملت. همین پرزیدنت یکم بار واسه گفته گذشت که برای ما این در کن. اون مسجد رفته از مسجد چی میگیرد وای؟ چی میگیرد این مسجد؟ هیچی نمیگیرد، هیچی نمیگیرد. مثلا چند ایده؟ 48 مرا 2 نفر کشوله کرده و پدحال بردم. همچو خر بریم. ما که پوچوهم از کار مونده. مرا لرزم گرفت روسیش خیلی گفتن 15 سوتکه تر محکم میکنیم تی خوییم. تلفن ما دستم زده گرفتن. من گفتم با کدوم اساس در کجای قانون آمدگی که شما با زن خیلی رفتار کنید که گفتن تو زن نیستی، تو خدا زده ای، تو ای خوگری. گرفتم اگه هیچ بالا نزده ایره دروغه کرده سپیکتاکل کرده ستی. گرفتم مرا بردن با پدوال. ادعای این زن از بازداشت و بازپرسی برای صدر در حال است که کارمندان امور داخلی ناحیه سینای 2 پایتخت در صحبت با رادیو آزادی تحقیر و دشنام شدن او و عموما ساکنان را از سوی کارمندان این نهاد رد کردند. نیلوفر را کارمندان پلیس و کمیته کار با زنان همراه با 4 زن دیگر در یک مسافربر برای داشتن روسری و فهماندهی به اداره پلیس ناحیه سینا بردند. ما گفتم خواهش شما را اگر مثال مادر وای داشته باشین سستایانی مرا بدونین که من چخیل شدم. ما با آواز بلند گفتم کی زد ای خدا زده. گفتم کسی زد. گفتم دستکار چی کنه. یکون چیز نمیشود. فهمیدی؟ جمهوری آزاد دموکرات چه خیلی بخورم نم خیلی نمال ما میبندم. فهمیدی؟ اینه طریق ازم. من این تروریستم که ناودم کش زنی آزادم کش تو قوم درد میکنه نم ترین مال ما بسه برم